پس از تبابت بیماری کرونا ویروس بیمه‌داری عمومی بدن در انسان پیدا می شود. سبب آن را دکتر بیمارخانه رقم 2 جماعتی یووه با پس شدن مسئولیت بدن انسان ربط می دهد. هنگام گرفتاری با کرونا ویروس در انسان حس بوی و فهمش طعم خوراک کم می شود. از این حالت انسان به ترس و وهم داده می شود که می تواند به سیستم عصب تاثیر منفی گذارد. بیماران تا همین درجه حساس و به اعتباری حس میکنند که وایها از یک طبیب تعیینات گرفته، همین تعییناتشون آیا درست نیست با 4-5 طبیب دیگر به مصلحت میپرسند که این از طرف بیماران یک جهت اساسش همین که با من یگان کمبودی نباشد تبابتم میفته، لیکن کمبودیش همین که بیمار باید از طرف یک طبیب تعیینات گرفتن بعد تا آخر همون طبیب کدی تبابت کردنش در کار برای نتیجه بخش شدنی تبابت. همچنین از تاثیر ویروس کووید 19 احتمال است که انسان با بیماری پارکینسون گرفتار شود. این بیماری در شخصان پیدا می‌گردد که در ارثیات آنها پارکینسون دیده می‌شود. اصلا پارکینسون بیماری مخصوص سیستم عصب بوده، مرکزی آن در مغز درازرویه سر جایگیر است. در حالت گرفتاری با این بیماری لرزش موشک‌های بدن در نتیجه ناجوری سیستم عصب مشاهده می‌شود. عادی‌تر کرده گوییم در نتیجه گرفتاری با پارکینسون لرزش اندام‌ها، لرزش گردن، دست به وقوع می‌پیوندد. اما تا حال یگان حالت گرفتاری با این بیماری از تاثیر کرونا ویروس با قید گرفته نشده است، گفت علیشیر اسماعیلوف، طبیب امراض درونی بیمارخانه رقم 2 جماعتی یووه نوحه باباجان غفوروف. اگر خود بیمار با بیماری‌های مزمن راه پیشاب، بیماری‌های مزمن راه نفس، بیماری‌های مزمن عضوهای گوش و گلوی بینی جای داشته باشد، اگر وقتی گرفتار شدن به همین بیماری همین عضوها اذیت میکشد، چرا که اینها ارگان میشین میگوید اساسی ارگان میشین همین کرونا ویروس تاثیر کرده کارش فلج میکرده که راههای نفس، حجره های شوش، لیکن اگر همراهی ویروس ها طبیعت به همه جا و از آن جمله ترکیب خون انسان در باکتری های کسل آور وجود دارند، وقتی که مسئولیت پس میشد همون باکتری کسل آور خروج کرده بیماری های گرده و راه پیشاب هم انگیزاندنش از احتمال دور نیست. نفرانی که یگان نمود بیماری دارند در حالت گرفتاری با ویروس کووید 19 تبابت آنها کمی دشوار می‌گردد. بیماران گرفتار دیابت قند یا نفرانی که سکته دل گذراندند تا این دم در بیمارخانه رقم 2 جماعتی یووه با توصیه طبیبان عمل نموده از بیماری کرونا ویروس شفا یافتند. از سبب آنکه در رفت همین بیماری بسیار جا معین شد که لخته شوی خون ویران شده، خون قیوق میشد، غفص میشد. از سبب آنکه خون غفص میشد گردش خون سست میشد. لیکن بسیار بیمارایی که سن سالشان 70-80 بسیار بلندتر ما مراجعت کردن، التهاب دو طرفی شوش کردی، داروهای 4-5 داروهای ضد ویروسی، آنتی بیوتیک ها و خون سیغ میکردی داروها کردی، آنتی اگریگانت ها کردی و ها با موافقت بیمارشان پس سر کرده حاضر فعالیت هر روزشان با شروع کردی بی خاطر. هنگام گرفتاری با ویروس کووید 19 ارگانیسم انسان تمامی قوه خود را برای برطرف کردن بیماری صرف می‌کند. از این لحاظ برای هضم خوراک قوه کم باقی می‌ماند. طبیبان توصیه می‌دهند که باید هر نفر گرفتار ویروس کووید 19 خوراک‌های پرقوت و خوش هضم را استعمال نماید. اوقات‌های بقوت لیکن خوش هضم بسیارتر بیماری خوراک‌های شوربا، خام شوربا، کرم شوربا، بدون شوربا، پاشک شوربا، شوله، ماستوبا، پیرلوفکا، همه خیلی چیزا، سونی سالات ها، ترکیب خوراکنده چقدر که اگر غذانوکیش بسیار باشد و هضم شدنش آسان باشد، همونقدر آدم تیز قوت گرفته به روی به بهبودی میماند. مرحمت. گوشتین باشد لیکن گوشت زیرباندگی نیو، جوشاندگی یا پربه پختگی باشد. سیوختر، ملتر اوقاتهای سیوق. استعمال مشروبات اسپرتی برای رفع بیماری هیچ فایده ندارد، برعکس تاثیر منفی میرساند. طبیب بیمارخانه رقم 2 یووه گفت که هنگام استعمال مشروبات اسپرتی خون انسان غفص شده، گردش خون دوچند سست میگردد و آریزناکی با کرونا ویروس دهچند میافزاید. فقط تاثیر منفی الکل یعنی که مشروبات اسپرتی با ویروس همین که و فقط بوی کشیدن ممکن خلاص. همین نقابه گفته، نقابه مشروبات اسپرتی یا اسپرتی 40% یا چاشته ایستاده پشتن در کار که 1-2 دقیقه دوامی روز به 3 بار 4 بار اگر بوی کند، اگر راه های نفس به بودگی ویروس ها فلج شده به داخلی بافته ها درآمدنش قطع می‌گردد.
ҳангоми тасвиби баланд бемадори сулфат душворшавии нафаскашӣ ба табибони минтақаи худ сари вақт муроҷиат намудан шарти аввалини зуд сиҳат ёфтани одам аст. худ табобаткунӣ оқибати хуш надорад, таъкид мекунанд табибон. гузориши Саид Мухтори Саиданвар барои барномаи иттилоотӣ хабар.